سلام برسه وطندارا جور بخیر جانتان جور از خیرتی بیاین که امروز یک چیزی را یاد میتم که دیگه چیز است. مثلا یک ویدیو را میبینین که براتون میگه فلانی را کامنت کو یا که بیاد چیزی چینل ما چینل تلگرام ما بیا که ما برید لینکش روان کنم و فلانش روان کنم نرین وطندارا. این حالی تیک تاک که میتونین لایف برین لایف ببینین. این ازی شاید تلفن هایتان داشته باشه موبایل هایتان. اگر ازو که ندارم دیگه اینجا بیاین ها. این ازی داره این ازی موبایل هایتان داره دیگه. سری ازی کلیک میکنین دوباره اینجا نوشته میکنین تیک تاک تیک تاک مود شده. تیک تاک مود شده که نوشته میکنین صبر میکنین لامصب اینترنت ما درش دیگه وطندارا. اینجا که سعی میکنین دمی اول یک دانه چینل تلگرام آمدگی خواهم اینا نوشته است دانلود تیک تاک مود شده. داخل از این میدراین دیگه اینه میست. داخل از این که در آمدین دیگه داخلش میرین شما را میرد اینجا میبینین که دی چینل که هست فقط تیک تاک هم میمونه. مود شده به مود شده ایش دیگه وش نمیفهم. بگم چیزی که تیک تاک که جدید میبره نسخه جدیدش ده اینجا میمونه. اینجا هم نوشته است که مثلا بچه ها نسخه جدید تیک تاک مود شده به زودی میاد. یعنی مثلا مشکل نداره برای فعلا مشکل نداره که این را دانلود کنیم. من این را میخوایم دانلود کنم چون از کلش آخر را باید دانلود کنیم. این میست اینجا برای فعلا ما دانلودش میکنم تا دانلود شد. خب دیگه این حال وطندارای عزیز نصبش میکنیم ساب میکنیم تا نصب شود. این دیگه برای ما برای فعلا نصب شده. بریم داخلش که چه خبر است. بچه خیر بیا دیگه. اینجا صبر کو که بیاید. اینجا میگه که مثلا چی رو خوش داری که ببینیم. من خواندر انتخاب کردم دیگه. ساتیری سپورت آهنگ دیگه شبل کن دیگه. اینجا که آمدیم اینجا خب این یک چند تا مرحله میریم برای ساخت پروفایل. اینجا اگر اکانت برای خود بسازین ساخته میشه بود. یعنی ایرم برای فعلا من اکانت ندارم. اکانت میسازم بخیر باز جور میشه. یک اکانت رو اینجا اد میکنمش جور بشد دیگه. باز میتونید لایف تماشا کنین. اگر اکانتتون از 18 به بالا بود میتونین که خودتون لایف بروین. یعنی مثلا 1000 تا فالوور کشیدین میتونین لایف بروین. لایک و فالو از یادتان نره. خداحافظ.